بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بچه ها، حالتون خوبه؟ امروز میخوایم کنار همدیگه ضرب عدد در کسر رو یاد بگیریم. من از همون مثالی استفاده کردم که تو ویدیوی قبلی استفاده کردم، فقط اون رو برعکس کردم که بشه ضرب عدد در کسر که تفاوتش رو بهتر متوجه بشید. ما میخوایم توی 3 تا روش این ضرب عدد در کسر رو نشون بدیم با استفاده از شکل، محور و روش محاسباتی. توی روش اول روش استفاده از شکل هستش. ما میدونیم که توی ضرب از عامل دوم باید استفاده بکنیم، یعنی از این باید شروع بکنیم به استفاده کردن. ببینید توی ویدیوی قبلی هم گفتم ضرب چون 2 تا خط داره، یه خط و 2 خط، چون 2 تا خط داره بنابراین میایم از عامل دوم استفاده میکنیم. عامل دوم ما چی هستش؟ 2/3. خب 2/3 رو چجوری باید رسم بکنیم؟ یعنی یه دونه شکل داریم، اون رو به 3 قسمت مساوی تقسیم کردیم و 2 تاش رو رنگ کردیم. بله. خب حالا این مفهوم یعنی چی؟ این مفهوم چی رو به ما میرسونه؟ 4 تا 2/3. معمولا وقتی عدد اینجا قرار داره، خب این ضرب معنیش میشه تا. 4 تا 2/3. این یه دونه 2/3 که من دارم، برای 2/3 بعدی باید یک واحد دیگه هم رسم بکنم. 2/3 بعدی رو با یه رنگ دیگه رسم کنم که متوجه بشید. این 2 تا 2/3. خب گفته چند تا؟ 4 تا. این 3 تا 2/3. یه دونه 2/3 هم مونده، پس بعد یه شکل دیگه رسم بکنم. یه دایره دیگه هم رسم میکنم، 3 قسمتش میکنم و اینم 4مین 2/3 من. درسته؟ اینم 4مین، یه دونه، 2 تا، 3 تا و 4 تا. تمام. شکل من آماده هستش. جوابم میشه چی؟ 2 تا واحد کامل و 2 تا دونه دارم از چند تا؟ از 3 تا. پس میشه 2 تا واحد کامل و 2 تا از 3 تا. بله. این جواب ها خب عین همون ویدیوی قبلی میاد، فقط تفاوتش نحوه رسم شکله. اینجا میگیم 4 تا 2/3، توی ویدیوی قبلی میگفتیم 2/3 از 4 تا. درسته جواب ها عین همه ولی مفهوم ما کاملا متفاوت هستش. حالا بریم سراغ رسم محور. محور ضرب عدد در کسر راحت تر از کسر در عدد هستش. یه محور میکشم، 0 1 2 و 3. هر کدوم رو باید چند تا بکنم. مخرجم 3 دیگه، هر کدوم باید 3 تا باشه. هر کدوم از اینها رو ببینید، هر کدوم رو باید 3 تا بکنم. ببین هر کدوم از اینها هم 3 تاست. درسته؟ 2/3 رو نشون میدم اینجا، چون عامل دوم من 2/3. اول 2/3 رو نشون میدم، یعنی 2 تا از 3 تا. درسته؟ 2 تا از 3 تا رو نشون میدم. حالا چند تا 2/3 باید داشته باشم؟ 4 تا. این یه دونه 2/3، 1 2. این 2 تا 2/3، 1 2. این 3 تا 2/3، 1 2. اینم 4 تا 2/3 من. جوابم چی میشه؟ ببینید تا اینجا اومدم جلو، 2 واحد کامل ولی به 3 نرسیدم. 2 واحد کامل و 2 تا از 3 تا میشه 2 واحد کامل و 2 تا از هر کدوم چند قسمت کردم؟ 3 قسمت. دونه دونه هم میتونید بشمارید. 1 2 3 4 5 6 7 8 میشه 8/3 که دوباره باید به مخلوط تبدیل کنید که میشه 2 و 2/3. روش محاسباتی خیلی راحت
و مثل همون روش قبلی هستش. 4 ضرب در 2/3. گفتیم توی ضرب کسرها هم مخرج نداریم، توی جمع و منها داریم ولی توی ضرب و تقسیم هم مخرج نداریم. یه واحد مخرج 1 بهش میدیم، صورت به صورت ضرب میشه، مخرج به مخرج. 2 4 تا 8 تا 3 1 3 تا. دوباره باید تبدیل بشه به مخلوط. روش تبدیلش رو توی ویدیو قبلی هم گفتم. توی 8 چند تا 3 داریم؟ 2 تا. چقدرمون باقی میمونه؟ 2 تا. 2 و 2 سوم.